گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان بسیار ارجمند و گرامی که این برنامه رو از طریق شبکه جهانی پارس مشاهده می‌فرمایید. هر کجای این جهان که زندگی می‌کنید، همیهنان ارجمند گرامی، آرزوی بهترین ها را برای شما عزیزان داریم. به خصوص هموطنان ما در درون ایران، همیهنان شجاع، دلیر، آینده سازان واقعا با خردمون، این نسل فوق العاده آگاه، خدمت تک تکشون درود میفرستیم و از کنم خدمت شما دوستان ارجمند. آدم وقتی خبرها رو دنبال میکنه، خب خیلی از خبرها واقعا ضد و نقیض هستند. من نگاه میکردم به بعضی از این خبرها، اظهار نظرهایی که در خود نظام مولاتاریا میشه، اظهار نظر آقای پزشکیان که واقعا یک نوع اعترافه که ضربه سنگینی جمهوری اسلامی خورده از نظر اقتصادی، وضع به گونه است که ایشون تشریح کرده، ولی خب به مذاق بعضی از سرداران دلیر سپاه پاسداران این حرفا خوش نمیاد. با اینکه خب همه ما میدونیم از زمانی که خاتمی رئیس جمهور بود، خودش ما گفت آقا رئیس جمهور کاری نیست، مثل آبدارچیه. حالا به هر حال این مسائل مطرح است و هفته پیش همیهنان ارجمند با جناب اوستا بودیم، آقای سیاوش اوستا، که سفر آقای ترامپ به چین بود. امروز میدونید که آقای پوتین رفته به چین. خب به هر حال هفته پیش خیلی از مسائل رو جناب اوستا شکافتن برای شما همیهنان ارجمند گرامی و ازشون خواهش کردم که امروز هم عرض کنم که محبت کنن، دعوت ما رو قبول کنن، در برنامه حضور داشته باشن، چون مسائل بسیار بسیار مهمی این روزها مطرح می شود. آدم وقتی نگاه میکنه یه طرف میبینی که دولت پاکستان خب پادرمیانی کرده که بین ایالات متحده آمریکا و نظام مولاتاریا توافقی انجام بگیره، به خصوص سر تنگه هرمز که بسیار حیاتی و حساسه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه مثل عربستان و امارات و اینا، حتی قطر، حملاتی انجام داده و حالا آقای ترامپ که قرار بود امروز به هر حال ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی بزنه، دیروز اعلام کرد که به درخواست این سه کشور فعلا دست از این حمله میکشیم تا ببینیم نتیجه مذاکرات چه خواهد شد. اینا مسائلی است که امروز با جناب اوستا در میان میگذاریم. اجازه بدید که برویم به پاریس. درود بر شما جناب سیاوش اوستای گرامی. درود بر شما استاد فریدون توفیقی. آرزو دارم حالتون خوب باشه، شاد باشید. درود دارم با آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه. با شما مهربانیار هستم استاد فریدون توفیقی. بله، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. هفته پیش شما اظهار نظر کردین راجع به سفر آقای ترامپ به چین و خب خیلی بازتاب داشته برنامه. بسیاری از همیهنان ارجمند ما این برنامه رو شنوده بودن. حالا آقای اوستای گرامی، بعد از این سفر آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین، دیدار به رئیس جمهور چین، امروز آقای پوتین رفته به چین، این رابطه ها رو چگونه باید ارزیابی کرد به نظر جناب عالی؟ استاد فریدون توفیقی، پیش از هر چیز بایستی در ابتدا یک بار دیگه طی 50 سال 47 سال گفتم و گفتید، شما خودتون فرمودید و دیگران تاکید کنیم که یادمون نره، چون اگر از یادمون بره یک سری مسائل همه موارد آزادی بخشی ایران نیز از یاد میره. ایران از پی سقوط شاهنشاه آریامهر یک کشوری است که 100% تحت استعمار بیگانه داره زندگی میکنه. یعنی به هیچ عنوان ایران یک خط دیپلماسی یا سیاسی نظامی مستقل از روز پیروزی انقلاب سپید تا به امروز نداشته و نخواهد داشت تا این نظام ساقط بشه. یعنی در این شکل نباید بکنیم. به خاطر اینکه شاهنشاه شوربختانه سانسورش کرده بودن در دوران خودش. شما اونجا یکی از بزرگترین برنامه‌سازان رادیو بودید، خبر دارید
شاه در مملکت خودش در هنگام اقتدار جهانی خودش که در جهان مقتدر بود و همین چین، من یادم خردسال بودم، یادمه که زده بود ابرمرد جهان محمد رضا پهلوی. بعد توضیحی رو که من خوندم در روزنامه کیهان بود به نقل از نشریات چین، گفته بود که آره چین مدعی شده که ایران پرهیز کرده از اینکه وارد جنگی بشه که اون موقع اون نوشته بود که امپریالیست ها براش برنامه ریزی کردن و این خردمندی شاه ایران هست و به خاطر همین حتی شاه رو مثل که تایمز عکس میذاره هر سال یک کسی رو مرد سال معرفی میکنه، پادشاه ایران رو مرد سال جهان معرفی کرده بود همین چین. و بعد استقبالی که از شهبانو کرد همین چین، وقتی که شهبانو اونجا رفت، شوکت و عظمت و غیر استعماری بودن نظام پادشاهی رو نشون میده، در صورتی که الان همه بسیج شدن که رضا شاه رو بزنن، محمد رضا شاه رو بزنن و بعد پرنس رضا پهلوی رو بزنن که اینها تاکنون جز خدمت به ایرانی نکردن. آخرینش فرزندشون هست رضا پهلوی که مثل شیر اومده تو میدون، خیلی قشنگ، لایق، خردگرا، مردمی داره صحبت میکنه، ولی ما همینجاست در پی فرمایش شما. من میخوام به این نکته بپردازم که یهو ما میبینیم میریم سفر این ور اون ور، میبینیم یارو فرانسوی، بلژیکی، انگلیسی یک حرفایی میزنه که حرفای آخونده هاست، حرفای نظام جمهوری اسلامی است. اون رو الان بازش میکنم. اولش اینه که یادمون نره ایران مستعمره است همچنان و استعمار روس خیلی باز، استعمار انگلیسی دیگه کی هست که ندونه با اسلامی کردن میهن خودشون انگلستان، و از طرفی هم همین چین که چین خیلی رندانه و مرموز عمل کرده و میکنه نسبت به کسای دیگه. این در اینجا داشته باشیم، در اینجا این داشته باشیم که بتونیم بگیم که چرا هجوم ها به پهلوی ها زیاد شده، چون همین استقلال بودن حکومت پهلوی و وابسته بودن نظام روحانیت. مسئله سوم به این برمیگرده که بایستی تأکید کنیم و بدانیم که الان چین مرموزانه داره در جهان یک قدرت آلترناتیوی میسازه که این قدرت نه که بخواد با آمریکا یا به قول خود چین امپریالیسم سابق رقابت کنه، نه، میخواد اصلا کلا جاشو بگیره. چون الان خود چین که سالها ضد امپریالیست بوده، یا مثلا شوروی که ضد امپریالیست بود و همه جوجه کمونیستای چپ و مچ و مارکسیست اینا رو همه اونها تقویت کردن اون موقع علیه پادشاه، نیروهای چریکی را آفریدن از طریق فلسطین، از طریق لیبی، از طریق سوریه، از طریق انور خوجه آلبانی و غیره. اینها الان همه متحد هستن دیگر بار که همین منافع خط جدید جهانی رو تقویت کنن. این خط جدید جهانی رو خود اینها، حتی یک نکته دیگه که چین مطرح کرد که اگر کل صحبت‌های اینها رو که علنی شد رو ترجمه کنن دوستان گوش کنن، می‌بینن جدا از این که رهبر چین از جوان بودن تاریخ آمریکا صحبت کرد و گفت ما 5000 سال قدمت و پیشینه تاریخی داریم، نکته دیگری که اشاره کرد اون این بود که خیلی مهمه و همه از یاد برد، از شاید کسی بهش توجه نداشته باشه، اون بود که گفت ما بایستی به امپراتوری کاغذ خاتمه بدیم. این امپراتوری کاغذ شاید خیلی ها شنیدن، ولی همونطور که یارو نمیدونه که پرویز یا حقی کی بودی در رابطه با سرکار خانم همیرای عزیز، هم خیلی دیگه اصلا نمیدونن چی گفت، عبور کرد. وقتی میگه امپراتوری کاغذی یعنی این منظور اینها دلار هست، دلار که الان روزانه داره در سطح گسترده چاپ میشه و به بازار جهانی ارائه میشه، هیچ پشتوانه طلا و یا منابع ملی و یا نفت و غیره پشتوانه نداره. پشتوانش فقط قدرت نظامی امریکا در جهان هست و نفوذ جهانی امریکا در جهان هست که این دلار رو قدرت میده که همه چیز باید با اون خرید فروش بشه، همه چیز باید با اون معامله بشه و به قدرت این کاغذ رو البته شارل دوگل فرانسه هم این رو گفته بود، وقتی که طلاهای فرانسه رو
بردن اون آمریکا در پی جنگ جهانی دوم و گفتن ما طلاهاتون رو ببریم که دست هیتلر نیفته. بعد از پیروزی شارل دوگل گفت طلای ما رو بدین. آمریکا گفت باشه الان چند کانتینر براتون دلار میفرستیم. گفت نه، من دلار نمیخوام، کاغذ نمیخوام، من طلامو میخوام. حالا اینجا هم هست که الان خط دومی که تو جهان داره وا میشه که مشخصا چین، روسیه و انگلیس با اینکه رقابت های خودشونو دارن، هر کسی رنگ خودشو داره، مثل آمریکا ایلان ماسک یه خطی داره، میکروسافت و اینها یه خط دیگه دارن، خود آقای ترامپ یه خط دیگه، ولی میبینی که متحدن، همراه کار میکنن. حالا اونها هم همینطوره، امکان داره تضادها و درگیری در بین خودشون باشه، ولی از نظر استراتژیک اینها میخوان به دلار امریکا در جهان ضربه بزنن، اقتدار امپریالیستی آمریکا رو از بین ببرن. برای همینه که جنگ رو شما خوب دقت بکنید، ما قربانی هستیم، یعنی ما و اسرائیل، دو تا کشور، موشک ها و بمب ها رو سر مردم ما و اسرائیل میاد و ما دو مردم برادر، همراه، هم پیمان هزاران سال، 7000 سال ما با اسرائیل رفیقیم، با یهود رفیقیم، هم پیمانیم، هم تاریخ هستیم. بمبا رو ما میخوریم و از اون طرف اینها معاملات خودشونو میکنن. این معاملاتی که انجام میدن خیلی جالبه که حالا به فرمایشات شما گوش میکنم و بعد من دنبال میکنم با اجازه شما. خواهش میکنم. آنچه که خب میفرمایید واقعیت‌های موجود هستش و به درستی شما توجه تحلیل میکنید. من یه دفعه برگشتم به همون، چون اسمی از جنگ جهانی دوم آوردید، یاد نخست وزیر انگلستان چمبرلین افتادم. قبل از اینکه از کنم که آقای چرچیل به نخست وزیر بشه، این آدم چندین بار اون موقع سفر میکرد، با هیتلر هم دیدار میکرد، بعد از کشتی پیاده میشد یه نامه را نشون میداد، میگفتش که ما توافق کردیم. خب ذهن آدم برمیگرده به اون دوران، تاریخی وقتی میخونه، هرچی به این آقای نخست وزیر توصیه میشد که بابا نباید اعتماد کرد به این هیتلر، و گوش نمیکرد تا بالاخره رفت کنار. چرچیل جانشین شد نخست وزیر بریتانیا. تازه مردم بریتانیا آگاه شدن که چه هدف شومی در کله هیتلر بوده و ضرباتی که به انگلستان زد. خب واقعیت قضیه همون موقع اگر ایالات متحده وارد اون جنگ نمیشد، معلوم نبود سرنوشت روسیه با اون همه کشتاری که شده بود، قتل عامی که هیتلر کرده بود. به هر حال خیلی هم مبارزه میکردن سربازان روسی، ولی ایران عزیز ما در زمان رضا شاه کبیر، این بنیانگذار ایران نوین، مرد واقعا میهم پرست شجاع که شبانه اینا ناجوان مردانه به مملکت ما حمله کردن. بعد که دیگه حالا مفصل، شما بهتر از من میدونین، دیداری که در تهران بود، ایران رو لقب پل پیروزی بهش دادن. بعد چگونه واقعا با اینکه دولت شاهنشاهی اون موقع اعلام بی‌طرفی کرده بود، ولی همین انگلستان از جنوب حمله کرد، چگونه به ارتشی که تازه رضا شاه درست کرده بود، داشت یک نیرو توان و قدرت میگیره، اول به نیروی دریایی ما حمله کرد، بعدم که به هر حال فجایعی که اینو انجام دادن بر همگان روشنه. همین مقصود مراد من این بود که چگونه می شود به این قراردادها آدم باور داشته باشه. رؤسای جمهوری عرض می کنم، در حالی که همون موقع زمان چمبرلین هم انگلستان همچین کاری نخست وزیرش میکرد، با آرمان هیتلری دیدیم که نتیجه‌ای نداشت. اینو میخواستم ربطش بدم به اینکه آقای ترامپ اشاره میکنن دائم که اینا خواستن مذاکره بشود، اینا حاضرن. بعد دوباره حرفش عوض کردن، آقای رئیس جمهور گفتن که این سه کشور واسطه شدن، ما فعلا دست نگه میداریم. میخوام علالرسول به مقایسه تاریخی، حتی شما بهتر از من تاریخ رو مطالعه کردید، آدم وقتی اینا رو مقایسه میکنه در میابه که نمیشه به این قراردادام زیاد باور کرد، به خصوص یک نظامی که نظام ولایت فقیهی است، نظام آخر زمانیه، تمام قوانینش هم قوانین شرع و شریعته، اصلا با قوانین بین‌المللی به هیچ وجه قوانین نظام مولاتاریا همخوانی نداره. ببخشید اظهار نظر کردم، خیلی پرحرفی کردم، معذرت میخوام.